امروز 15 اکتبر است و شما برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما تماشا دارید. شعله گلخوج هستم. سلام. نخست نگاه می‌اندازیم به سرخط موضوعهای روز. صحبت روبروی مومالی رحمان در ملاقات با صاحبکاران از نظام بانکداری و اندوستانی در تاجیکستان انتقاد کرد. استدلال آوردند که 2 میلیارد خارج می شود در تاجیکستان پول، لیکن یگان کس بانک به مراجعت نمی کند که همین پولای بانک بماند، برای اینکه باوری به بانک نیست گفتند. امام خطیب نمی شوند و یا چرا به جایهای کاری خالی امام خطیب در تاجیکستان داوطلب نمی یابند. و همچنین در برنامه امروز سیر خواهیم داشت به طرفخانه‌ای که تنها برای زنان است و مردان حق وارد شدن به این مکان را ندارند. امروز در دوشنبه پرزیدنت تاجیکستان با صاحبکاران ملاقات نمود. مومالی رحمان ضمن صحبت به ضرورت جلب سرمایه‌های خارجی بیشتر شدن کارخانه‌های استحصالی با هدف ایجاد جایهای کاری و راه یافتن در بازارهای جهانی تاکید نموده است. به فرق از سالهای پیش ملاقات امسال تنها با سخنرانی رئیس جمهور اکتفا نکرد. شرکت‌داران فروم بین‌المللی به ملاقات خود در کتابخانه ملی کشور ادامه دادند. اما در داخل کاخ باربد باز کدام موضوعها بررسی شدند؟ سروینازی روح‌الله و برادی صوفی گزارش می‌دهند. همین چند لحظه قبل در کاخ باربدی شهر دوشنبه همایش بین‌المللی صاحبکاران و سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی با حضور رئیس جمهور تاجیکستان انجام شد. در این همایش غیر از صاحبکاران داخلی و خارجی همچنین نمایندگی کورپوس‌های دیپلماتی مستقر در تاجیکستان و سرمایه‌گذاران خارجی هم شرکت داشتند. طور خودی همصحبتان ما که از این همایش بیرون آمدند گفتند یکی از مسائل هایی که در این همایش مطرح شده است نگرانی پرزیدنت از مناسبت بدی بانک ها با مزاجانشان در تاجیکستان گفته می شود. ناراضگی بیان کردند که با بانک ها که با مزاجان جدا هم دغلانه مناسبت میبرند و اون چیزهایی که برای مزاجان از بانک ها استفاده بردنشون لازم همین امتیازهای و هم پیشنهاد نمی کنند. یگان بانک نگفتن نه همه بانک ها بود، ارادشان برای همه بانک ها بود. بسیار مبلغ های بسیار که در خلق است، در مردم هست و باوری ندارند که با بانک ها مانند. باید که در همین مسئله کار کنند که مردم باور کنند با بانک های مبلغ ها را بانک مانده و گردش کنند. مثال آوردند که 2 میلیارد خارج می شود در تاجیکستان پول، لیکن یگان کس بانک به مراجعت نمی کند که همین پولای بانک بماند، برای اینکه باوری به بانک نیست گفتند. همچنین در این همایش مسئله از انداز سرکشی کردن صاحبکاران هم مطرح شده است. به تاکید رئیس جمهور همچنین به سبب از انداز سرکشی کردن صاحبکاران به بودجه تاجیکستان 2 میلیارد سومونی کم وارد شده است. خیلی برای صاحبکاران سبک‌های بسیار داشتند، لیکن صاحبکاران با این سبک‌های بسیار عمل نکرده، بسیارشون با از انداز گریزه میکنند و میکنند. این برای بیزنس، برای آینده و بسیار خلال زیاد میرساند. اندازه وقت ساعتش بسپردن در کار پیش بردن در کار آباد کردن در کار دولت ما. همچنین در این همایش رئیس جمهوری تاجیکستان به صاحبکاران تاکید کرده است که در آباد کردن کشور سهم بگیرند و او همچنین گفته است که با سبب آن که مثلا هر سال چنین یک همایش برگزار میکند نتیجه خوبی نداده است و باید برای این در 2 سال یک مرتبه چنین یک همایش بین المللی برای صاحبکاران و سرمایه‌گذاران برگزار شود و نتیجه کار آنها در این همایش مطرح شود. سروینازی روح‌الله، برادی صوفی، آزادی، دوشنبه. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. طیبان توجیک میگویند وضع فخرالدین صابرов سخنگوی خدمات گمرکی تاجیکستان نهایت وزنین است و او زیر دستگاه نفسکشی صنعی است. فخرالدین صابرов روز 13 اکتبر مورد حمله قرار گرفت. سبب‌های حادثه رخ داده با صابرов 51 ساله که هفته پیش سردار دفتر مطبوعات کمیته گمرک تعیین شد دقیق نیست. ولی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 15 اکتبر گفت هیچ حمله نسبت صابرov صورت نگرفته است. به قول این نهاد دوربین‌های شهر به خطر نشان دادند که او هنگام عبور از راه افتیده و سرش آسیب دیده است. فخرالدین صابرov تا به حال به هوش نآمده است. طبیبان گفتند که بنابر ضربه سخت سر فخرالدین صابرov آسیب جدی دیده دچار خونروی مغزی شده است.
رو می‌آوریم با خبرهای جهانی. رئیس جمهوری ایران حکومت آمریکا را به آن متهم کرد که قصد دارد با فشار روانی و اقتصادی حکومت در جمهوری اسلامی را تغییر بدهد. حکومت آمریکا بعد از خارج شدن از سازش اتمی با ایران در ماه مای فشار به ایران را زیادتر کرد. تحریمات اقتصادی به ضد این کشور را برگرداند و قرار است بخش دیگری تحریمات به ضد عرصه نفت ایران روز 5 نوامبر حکم اجرا بگیرد. طاهر سفر با تفصیلات بیشتر. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که امریکا در فکر تغییر رژیم جمهوری اسلامی است. او روز 14 اکتبر هنگام سخنرانی در دانشگاه تهران گفت امریکا برای رسیدن به این هدفش از وسیله‌های گوناگون کار میگیرد. هدفشون چیه؟ هدف نهایی رو الان من میگم. با جنگ روانی آغاز کردن. جنگ اقتصادی به عنوان هدف میان مدت اونهاست. جنگ برای موضوع کارآمدی نظام هدف سومه. مشروعیت زدایی از نظام هدف نهاییه. این میگن از بین بردن رژیم چنج به قول خودشون. رژیم چنج چجوری میشه؟ با مشروعیت زدایی میشه، ولی که رژیم چنج نمیشه. ماه می امسال رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ گفت که کشورش از سازش هسته‌ای کشورهای ابرقدرت عالم با ایران خارج می شود. همچنین امریکا مرحله به مرحله تحریمات بر ضد ایران را برقرار می کند. سر از ماه نوامبر مرحله دوم تحریم ها با تحریم نفت ایران شروع می شود. 5 کشور دیگری شریک در سازش اتمی با تهران، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان تاکید کردند که سازش را اجرا می کنند. اما احیای تحریمات وضع اقتصادی ایران را ناگوار کرده، از جمله به قرب پول ملی جمهوری اسلامی ضربه زد. بعضی ایرانیان بر این نظرند که تحریمات کنونی در مقایسه با تحریمات سالهای 2012-2015 تأثیرات بیشتر خواهد داشت. برمیگردیم به تاجیکستان. کسب امام خطیبی در مسجدهای تاجیکستان خطرناک می شود. ظاهراً بسیاری ها دیگر نمیخواهند این مسئولیت را بر دوش بگیرند، در حالی که تا چند سال قبل رقابت برای صاحب شدن به این مقام سخت بود. چرا وضعیت یک بار تغییر کرد؟ این موضوع را همکارم عبدالله اشورов پیگیری دارد و حالا آماده است که به سوالها در این رابطه پاسخ بدهد. السلام عبدالله. طور معلوم پیشه امام خطیبی تو چند سال پیش در تاجیکستان خیلی پرنفوذ بود و امام خطیبان یک شخص خیلی محترم در محلها به حساب می رفتند. حالا این طور نیست مگر؟ سلام شهلا. طی چند سال اخیر برخورد مقامات در نسبت به امام خطیبان مسجدها تغییر یافت و البته این به آبروی این پیشه نیست، به تاثیر نیست. در چند سال اخیر شروع از سر و لباس تا متن موعظه های امام خطیبان زیر نظارت مقامات قرار دارد. امام خطیبان همچنان صلاحیتی با تصمیم خود برگزار کردن مراسم های مثل جنازه و یا نکاح را ندارند تا مقامات ثبت اسناد حالت های شهروندی عقد نکاح نوخانه‌داران را تصدیق نکنند. خطیبان حق برگزار کردن نکاح دینی را ندارند. مراسم جنازه نیز در دایره قانون تنظیم و با شرکت معین آدمان برگزار می شود. از این رو حالا پیشه امام خطیبی مثل پیشین نفوذ ندارد و داوطلبان برای امام خطیبی هم چندان شوق زیاد ندارند. ولی عبدالله باز هم اکثر مراسم های مردمی چی جشن خورسندی و یا مراسم عزا با شرکت روحانیان دایر می شود. امام خطیبان همچنان رسما از دولت معاش می گیرند، مگر این عامل ها روحانیان را برای امام خطیبی شوقمند نمی کند؟ ببین شهلا، نخست اینکه نه همه امام خطیبان از دولت معاش میگیرند، تنها آنها معاش میگیرند که در مسجدهای جامع و یا جامع مرکزی کار میکنند. اما از سوی دیگر این پیشه حالا خوف‌های زیادی دارد، از جمله خوفی زندانی شدن. یعنی چگونه عبدالله؟ شهلا، طور مقامات حفظ حقوق اطلاع میدهند تنها در ولایت سوق طی چند سال اخیر 20 نفر امام خطیبان با جرم اشتراک در حزب و حرکت‌های خصلت اکستریمیستی داشته سود شدند و به سالهای گوناگون زندانی گشتند. بنابراین یک گپ ناسنجیده امام خطیب میتواند او را پس پنجره برد. بر ضمن حالا امام خطیبان به اجرای کارهای جلب میشوند که در گذشته خاص آنها نبود و تا حد آبروی آنها را در نزد جامعه میکاهاند. از جمله اخیراً با تصمیم مقامات امام خطیبان به تماشای تئاتر و یا موزه برده شدند. در ناحیه شهر توس باشد اخیراً روحانیان پول جمع کرده دستی هیکل لنین را
تعمیر کردند. این صحنه ها البته با آبروی روحانیان در نزد جامعه که آنها را به گونه دیگر تصور میکردند البته آبروی آنها را میکاهاند. این است که با گفته کمیته دین حالا چندی از مسجدهای جامعه و 5 وقته در کشور امام خطیب ندارد و این مقام خالی است. بنابر اطلاع اخیر حالا در جمهوری 48 مسجد جامع مرکزی، 326 مسجد جامع و 3528 مسجد 5 وقته ثبت نام شده است. سپاس عبدالله برای معلومات و تشکر با وجود آنکه سرماخوردگی داری اما در برنامه ما را همراهی نمودیم. اما ما برمیگردیم به موضوعهای دیگر. دادگاه شهر خوجند مهلت پرداخت مبلغ جریمه خیرالله میرسیدов را تا 15 دکبر سال جاری تمدید کرد. ژورنالیست و رهبر КВН توجیکستان را از دادگاه خواسته بود که مهلت تا 6 ماه دراز شود. دادگاه امروز این قرار خود را پس درهای بسته و تنها با اشتراک خود خیرالله میرسیدов اعلان کرد. خیلی دیگه برآمده مثلا سود اجرایی و پروکوروری معاون پروکورور شهر طلب مثلا کردن که پیشنهاد کردن که 1 ماه دراز کنده شود. خیلی سود دیده برآمده تا 2 ماه، یعنی که از امروز از 15 اکتبر تا 15 دکبر مثلا سپارشی جریمه دوام داد. میرسیدов میگوید بعد آزاد شدن از زندان تا حال به زندگی مقرری برنگشته است و به طبابتش مشغول است. دادگاه مرحله کاساتسیونی ماه اوگوست بعد از تعیین 80,000 سومانی جریمه او را موظف کرده بود که در فرصت تا 6 ماه این مبلغ را پورا پرداخت کند. در عکس حال دوباره به محبس گرفته می شود. تعیین مهلت سپردن مبلغ جریمه میرسیدов در حال مشخص شد که او از ریاست دادگاه ولایت سوغد بازبینی پرونده‌اش را خواسته بود. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در چند سال اخیر ما عادت کردیم که از منبرهای بلند جهان درباره برابر حقوق جنسی صداها بلند می شوند، اما باز هم گاهی اقدام‌های روی دست گرفته می شود که زنان را از مردان جدا می کند. برای مثال در مرکز اروپا یک طربخانه را تشکیل نمودند که مردان حق ندارند به آنجا پای گذارند. مالک این مکان تفریحی بر آن عقیده است که زنان نیاز به چنین گوشه‌ای داشتند تا آرام و آسوده و دور از نگاه‌های جنس مقابل استراحت نمایند. اسکندر خوجا میرزاده موضوع را ادامه می‌دهد. صاحب این طربخانه مرد است ولی او حق ورود به داخل آن را ندارد. در اینجا تنها زنان از دود معطر شیشه حلاوت میبرند و در درآمدگاه نیز نوشته شده است که طربخانه فقط برای زنان است. مدیر عامل این مؤسسه میگوید فکری تشکیل چنین یک طربخانه زنانه از طرف مالک آن عرضی وجود کرد. این ایده جناب امیر بود. او چند خواهر دارد و به عقیده او اگر زن عائله‌دار و فرزنددار باشد احتمال او زیاد خواهش ندارد در میان مردان وقت گذراند. اثنای ورود به طربخانه به زودترین فرصت خادم شما را پیشواز میگیرد و در خدمت شما قرار میگیرد. طربخانه در منطقه نویکلن برلین در فصل تابستان گشوده شد. در این گوشه پایتخت آلمان فرهنگ و عنعنه‌های گوناگون آمیزش یافتند. خانم سینداروک میگوید نظر مردم درباره طربخانه مخصوص برای زنان مختلف است. با فکرم نظر مردم گوناگون است. تخمینا 50% مردان خوشحالند که همسر، خواهر و یا دخترشان به طربخانه مخصوص زنان می روند. البته بعضی مردان خوشحال نیستند که آنها را به طربخانه زنان راه نمی دهند. شاید آنها مخالف آن هستند که زن در میان زنان وقت گذراند. این زن صاحبکار اعتراف می کند که جدایی اندازی جنسی می تواند مایه نارضایت باشد، ولی در هر صورت زنان یک محیط سالم و سازگار برای سیر و آسایش پیدا کردند. در آغاز عجیب به نظر می رسید، زیرا همه عادت کردند که مرد آتش شیشه یا خود چلم را روشن کند و یک دود اول را کشیده به مشتری تقدیم نماید، ولی بعد همه قانع گشته ابراز سپاس می کنند که دودش طعم خوب دارد. آنها بعضا در اینستاگرام نیز عکس می گذارند که من از آن خوشحالم. تمام خادمان طربخانه لیدی هوکا زن هستند. خادمان مرد و از جمله صاحب این مؤسسه فقط در ساعتهای بیرون از کار حق دارند به طربخانه وارد گردند.
برنامه ما پایان یافت. خدا نگهدار هر یکش.